سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از قدرتمندترین ایده ها برای تغییر زندگی. ایده‌ای که از دل کتاب عادت‌های اتمی نوشته جیمز کلیر بیرون اومده. ایده خیلی ساده است. چطور کوچکترین کارهای ما میتونن به بزرگترین و باور نکردنی ترین نتایج منجر بشن؟ آماده این؟ بزن بریم. تا حالا براتون پیش اومده که اول سال کلی هدفهای بزرگ برای خودتون بچینین ولی فقط چند هفته بعد ببینین که همه چیز برگشته به نقطه صفر؟ خب شما تنها نیستین. این یه مشکل تقریبا همگانیه. سوال اصلی اینه: چرا واقعا اینقدر سخته که به عادتهای خوب پایبند بمونیم حتی وقتی که ته دلمون میدونیم چقدر برامون مفیدن؟ یه لحظه این تصویر رو مجسم کنید. یه هواپیما داره از نیویورک بلند میشه که بره لس آنجلس. حالا فرض کنین خلبان موقع بلند شدن مسیر رو فقط 3 درجه، یعنی یه تغییر خیلی خیلی کوچیک عوض کنه. به نظرتون چی میشه؟ اون هواپیما دیگه لس آنجلس فرود نمیاد، سر از مکزیک در میاره. عادتهای روزانه ما هم دقیقاً همین کار رو با مسیر زندگیمون میکنن. شاید با خودتون بگین خب حالا روزی 1% بهتر شدن مگه چقدره؟ به چشم نمیاد که. اما اینجاست که قدرت شگفت‌انگیز اثر مرکب وارد میشه. اگه شما هر روز فقط و فقط 1% بهتر بشین، نتیجهش بعد از 1 سال میدونین چی میشه؟ شما تقریباً 38 برابر بهتر از روز اولتون میشین. 38 برابر. این قدرت باور نکردنی توی همین عادتهای کوچیک و به ظاهر بی اهمیت پنهان شده. اگر این موضوعات رو دنبال میکنید لطفاً ویدیو رو لایک کرده و کانال ما رو سابسکرایب کنید. خب این ما رو میرسونه به اولین مفهوم کلیدی: قدرت 1%. موفقیت‌های بزرگ نتیجه تحولات عظیم و یک شبه نیستن. اونا محصول بهبودهای کوچولو و روزمره ما هستن. ببینید مشکل اینجاست که ما انتظار داریم پیشرفت یه خط صاف و مستقیم باشه. یعنی هر چقدر تلاش میکنیم همون قدر هم نتیجه ببینیم. اما واقعیت یه چیز دیگه است. اوایل راه با وجود اینکه کلی تلاش میکنیم انگار هیچ اتفاقی نمیفته. جیمز کلیر به این دوره میگه دره ناامیدی و دقیقاً همینجاست که اکثر آدما جا میزنن و تسلیم میشن، چون نمیدونن که نتایج بزرگ عادتاشون همیشه با یه تأخیر خودشونو نشون میدن. و این جمله از خود نویسنده حرف آخر رو میزنه: موفقیت محصول عادتهای روزانه است، نه تحولات یک شبه. پس یادتون باشه نکته حیاتی اینه که روی فرایند تمرکز کنیم، نه فقط روی نتیجه نهایی. خیلی خوب، بریم سراغ اصل دوم که به نظرم یه جورایی طرز فکر آدم رو عوض میکنه. برای ایجاد یه تغییر پایدار باید روی سیستم ها تمرکز کنیم، نه اهداف. این یه تغییر نگاه اساسیه. خب حالا فرقشون چیه؟ بذارین ساده بگم. هدف اون مقصده، مثلا برنده شدن تو مسابقه. اما سیستم اون فرایندی که شما رو به اونجا میرسونه، یعنی برنامه تمرینی هر روزه. مشکل اهداف اینه که خوشحالی شما رو محدود به 1 لحظه میکنن، ولی سیستم‌ها کاری میکنن که شما همیشه در حال بهتر شدن باشین، حتی بعد از اینکه به اون هدف رسیدید. جیمز کلیر میگه تغییر توی 3 تا لایه اتفاق میفته. بیشتر ما روی لایه بیرونی یعنی نتایج تمرکز میکنیم. مثلا میخوام وزن کم کنم. بعضیامون میریم سراغ لایه میانی یعنی فرایند، مثلا رژیم میگیرم. اما عمیق‌ترین، پایدارترین و مهمترین تغییر از لایه درونی یعنی هویت شروع میشه. یعنی باورهای شما درباره اینکه کی هستید. اینجا دیگه قدرت هویت رو میبینیم. وقتی هویت خودتون رو از کسی که سعی میکنه بدوه به یک دوونده تغییر میدین، انتخاباتون ناخودآگاه با این هویت جدید جور در میاد. شما دیگه برای دویدن دنبال انگیزه نمیگردین. شما میدوین چون این کاریه که دونده ها انجام میدن. همین. خب تا اینجا تئوری رو گفتیم. حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیز و کاملا عملی ماجرا. چطوری واقعا این عادت‌ها رو بسازیم؟ کتاب یه چارچوب خیلی ساده ولی فوق‌العاده قدرتمند به اسم 4 قانون تغییر معرفی میکنه که بر اساس حلقه عادت کار میکنه. هر عادتی که ما داریم، چه خوب چه بد، از این چرخه 4 مرحله‌ای پیروی میکنه. یه نشانه یا محرک باعث یه میل درونی میشه. اون میل شما رو به سمت یه پاسخ یا عمل هل میده تا در نهایت به پاداش برسین. 4 تا قانون بعدی به ما یاد میدن که چطور این حلقه رو به نفع خودمون مهندسی کنیم. و این 4 تا قانون دقیقاً نقشه راه ما برای ساختن هر عادت خوبیه. خیلی ساده است. آشکارش کن، جذابش کن، آسونش کن و رضایت بخشش کن. بیایم برای هر کدوم یه مثال سری بزنیم.
برای قانون اول یعنی آشکار کردن یه تکنیک فوق‌العاده هست به اسم انباشت عادت. خیلی ساده عادت جدیدتون رو به یه عادت قدیمی که همین الان هم انجامش میدین وصل کنین. مثلا بعد از اینکه مسواک زدم یک صفحه کتاب میخونم. به همین راحتی مسواک زدن تبدیل میشه به نشونه‌ای برای کتاب خوندن. برای قانون دوم، جذاب کردن، میتونیم از یه روش باحال به اسم دسته‌بندی وسوسه استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی کاری که باید انجام بدین. مثلا ورزش کردن رو با کاری که دوست دارین انجام بدین. مثلا گوش دادن به پادکست مورد علاقتون جفت کنین. یعنی فقط وقتی که دارین ورزش میکنین اجازه دارین به اون پادکست گوش بدین. اینجوری ورزش کردن براتون جذابتر میشه. خب تا اینجا در مورد ساختن عادتهای خوب حرف زدیم. ولی تکلیف عادتهای بد چی میشه؟ خبر خوب اینه که لازم نیست یه چیز جدید یاد بگیریم. فقط کافیه همین 4 تا قانون رو برعکس کنیم. ببینین چقدر ساده است. برای ترک یه عادت بد، آشکار رو میکنیم نامرئی، جذاب رو میکنیم غیر جذاب، آسان رو میکنیم دشوار و رضایت بخش رو میکنیم نارضایت بخش. بذارین 2 تا مثال بزنیم تا کامل جا بیفته. برای به کار بردن قانون سوم معکوس یعنی دشوار کردن، باید بین خودتون و اون عادت مانع یا به قول معروف استحکاک ایجاد کنین. مثلا اگه میخواین کمتر سراغ گوشیتون برین، موقع کار کردن بذارینش توی یه اتاق دیگه. هر قدم اضافه‌ای که باید بردارین احتمال انجام اون عادت رو کمتر و کمتر میکنه. و برای قانون 4 معکوس یعنی ناراضی بخش کردن عادت، هیچی بهتر از قدرت تعهد اجتماعی کار نمیکنه. یه دوست یا شریک پاسخگویی پیدا کنین و باهاش قرار بذارین که اگه اون عادت بد رو تکرار کردین باید جریمه بشین. درد فوری از دست دادن پول یا خراب شدن اعتبارتون یه بازدارنده خیلی قویه. خیلی خوب، همه اینا عالی، ولی نقطه شروع کجاست؟ اینجاست که قدرتمندترین و عملی‌ترین قانون کتاب وارد میشه، قانون شروع 2 دقیقه‌ای. قانون 2 دقیقه‌ای خیلی ساده است. هر عادت جدیدی که میخواین شروع کنین باید طوری باشه که انجام دادنش کمتر از 2 دقیقه طول بکشه. هدف این نیست که کار رو تموم کنین. هدف اینه که توی هنر شروع کردن یا همون حاضر شدن استاد بشین. باید اونقدر کار رو ساده کنین که نتونین بهش نه بگین. پس به جای اینکه به قله کوه نگاه کنین، فقط روی اولین قدم 2 دقیقه‌ای تمرکز کنین. مثلا خوندن 30 تا کتاب در سال خیلی بزرگه نه؟ این تبدیل میشه به خوندن فقط 1 صفحه. دویدن توی ماراتون تبدیل میشه به پوشیدن کفشای 2. اول توی هنر شروع کردن استاد بشین، بعد کم کم زمانش رو بیشتر میکنین. و در نهایت این بحث شما رو با این سوال تنها میذاره. همین الان چه کار کوچیکی میتونین توی 2 دقیقه آینده انجام بدین که شما رو حتی 1 قدم به اون کسی که میخواین باشین نزدیکتر کنه؟ پیدا کردن جواب این سوال میتونه نقطه شروع یه تحول واقعا بزرگ باشه.